حضرت آقا تقریبا میشه رو بیش از 14 ماه گذشته این موضوع رو فرمودن به کرات در سال 1400 در سخنرانی‌های متعدد خودشون ابعاد مختلف این موضوع رو تبیین کردن و اونم مقوله جهاد تبیین. من یکی دو جمله از حضرت آقا اینجا فقط باید تذکر به خودمون که می‌فرمایند متولیان رسانه‌ها در درجه اول مسئولن، چه رسانه ملی و چه سایر رسانه‌های گوناگون، چه فضای مجازی چه مجموعه مطبوعات، همه موظفن در این زمینه وارد میدان شوند. در طول این 4 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه‌آمیز انجام گرفته. خب اینها بایستی بیان شود، اینها را دشمن کتمان می‌کند، دشمن اجازه نمی‌دهد پخش بشود. در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان، در صنعت دوبار تاکید می‌فرمایند. هیچ خبری از اینها در مجموعه رسانه‌ای کشور نیست. رسانه بنده یک رسانه دانشگاهی و تخصصی است. یک هفته بعد از این آشوب‌ها و اختشاشاتی که ایجاد شد، امتداد این اتفاقات، سمحات این اتفاقات کجا بود؟ جایی رو دانشگاه و دانشجویان بودن، همونجور که از اتفاق بس جهاد تبیین فرمودن، وارونه نمایی حقایق. رسانه‌های ما امروز کمتر مخاطبینشون دانشجویان و نخبه‌ها هستند. دستاوردهای حوزه علم و فناوری کشور دستاوردهای حیرت‌آوری است. همین چند روز اخیر تو همین روزات این اتفاقات چند تا موشک، چند تا ماهواره بعد رونمایی شد. اصلا ما خبر داریم که الان ماهواره خلیام که ارسال شد تو مدار قرار گرفته، ریسپانس ها و دستاوردهایی که برای ما داشته چقدر موفقیت‌آمیز بوده. جاش کجاست؟ کجا گفتیم؟ کجا تبیین کردیم؟ تایم‌های گل برای اونجاست چون اسپانسر داره، چون درآمد داره. تایم‌های مورد شرکت‌های دانشگاهیان دستاوردهای علمی، دستاوردهای فناوری که حضرت آقا می‌فهمن حیرت‌آوره. چند بار هم تاکید می‌کنیم. پس این یکی از کارهای اصلیش رو بذارید جهاد تبیین در حوزه دستاوردهای علم و فناوری که هست انجام میدن، اما یه مقدار عملیاتی‌تر، یه مقدار مشخص‌تر که انشاءالله بتونیم ما این حوزه رو ببینیم در کنار همه این بالاخره آسیب‌ها، کمی و کاستی‌ها که هست تو فضای اجرایی کشور، این حوزه برای مردم بهتر تبیین بشه که انشاءالله منشأ امیدوار باشه. من خواهش می‌کنم از همکاران خودم هر کدوم تو رسانه‌های خودشون بالاخره محدودیت‌هایی دارن، ولی یک بخشی رو مشخصا به دستاوردهای حوزه علم و فناوری اختصاص بدن. حقیقتا این حوزه است که اگر تبیین بشه به درستی، مقوله جهاد تبیین رو در این زمینه مشق بکنیم، اون موضوع جهاد امیدآفرینی که مد نظر شما هست اتفاق میفته.